اینجا این آخرین نقطه، آخرین دیداریه که من و سیاوش با هم دیگه داشتیم. اینجا از تاکسی پیاده شدیم، سیاوش به سمت اون خیابون بالایی شروع به دویدن کرد و من همینطور که همینجا ایستاده بودم نگاه سیاوش کردم، صدا زدم سیاوش. برگشت نگاه، برم نگشت، فقط اون نزدیکی های اتوبوس رفت، دستشو بالا گرفت، گفت مامان برو خونه من. قلبم داشت از توی سینم در می اومد دیگه، کلافه شده بودم. میدونید چقدر من میکشتم؟ میدونید این زمان تقریبا 3-4 ساعت طول کشید. با حالت گریون و خیلی زار اومدم اینجا، دقیقا همینجا زانو زدم، دستامو به حالت تسلیم بالا بردم و گفتم که من به کسی کاری ندارم، من یک مادرم و به دنبال فرزندم میگردم که از روبرو دقیقاً با سپر رو که داشتن جلو می اومدن حالت سفارایی کرده بودن، به صورت هیدر کنن پاشونو زمین. مرسی. بعد به حالت زانو زده بودم اینجا. ممنون از مردم. از روبرو به من اومدن اینجا که من زانو زده بودم، حمله کردن و منی که اینجا به حالت تسلیم، دست تسلیممو بالا برده بودم و زانو زده بودم، من رو به اون ور خیابون کلا پرت کردم. یعنی منو هلم دادم، پرتم کردن اون ور تو پیاده رو و من همچنان تو سر خودم میزدم که تو رو خدا خواهش میکنم نزنید. بچه‌هایی که اون ور هستن همه بچه‌هایی هستن که سنشون کمه، بچه‌هایی